تماشا میکنن این چرخ آبی ما را که بعد انجینرهای محلی هستن او یعنی خود ما جور میکنیم. از کدام جای دیجا آمدی؟ از می گفته که سرسرق دنیا ما را می آورده در یک ملک خار پرتاخته. به سرک ضرورت داریم، همه چیزی نه برقای ما رو میبینیم، خود به چشم سرک مشکلات زیاد است. مکتب داریم، تعمیر نداریم. سلام هموطنان عزیز، صبحتان بخیر. در برنامه دیگه معرفی دره فرجغان خوش آمدید. عطاالله وردگ هستم از یوتیوب چنل عبدالله در خدمت شما حاضر هستم. منطقه نیلخانه برایتان در معرفی بگیرم. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. امیر که بگوی از کدام جای دیجا آمدی؟ از می گفته که سرسرق دنیا ما را می آورده در یک ملک خار پرتاخته. از کدام سرسرق؟ این پنچیر است. اینجا باز چی کاروبار میکنید؟ این چیز نه خرد از نه چیز دیگه، اینجا بیادر نخکی در کو افتادگی سیم. از دوران جوانیت بگو، جهاد جنگ من کردی؟ جنگ کردیم، از قصی خوف عسکری کردیم، کابل خدمت کردیم. در کدام دوران کدام دولت؟ داود خان. مسلمانی بود. با زور کردی یا برازا کردی؟ اولا ما خوب بود، با زور بود دیگه. زور بود. لیف و گلم داشتیم، وقتا که نبود. ما خرچی هم نداشتیم. اینمی رقم دیگه است. خدمت دولت. آی صاحب امی نشان از پاکور خم آمدیم، امی جا صحیح که امی نشان این فرجغان. بخیر نیالی یک قوم هستیم. بالکل. یک زبان هستیم. و مردم ها یک کلمه هستیم. تشکر آی صاحب. ما امروز دیگه روز موسیقیدان هم خوش باشید. برای ما که هر چیزی کنی خیر ببینی که خدمت کنی. خوش باشید بخیر باشید. صحبت میگم. السلام علیکم آی صاحب. خوب هستی صاحب؟ خوب است. اگر خود معرفی کنی. نام عبدالرحمن است، از منطقه نیلخان ولسوالی داشت فرجغان نیلخان. مربوط نیلخان میشه. بله. از کدام منطقه اینجا آمدی؟ ما از پنچیر اومدیم، از منطقه عبدالله خیل. چقدر قوم اینجا زندگی میکنید؟ در نیلخان خود در فرجغان خود فضل خدا زیاد است، در نیلخان هم خیلی چند قوم است، فضل خدا خیلی مردم زیاد است دیگه. به نظر خودت همین چقدر قوم خاص بود؟ اینجا خود نزدیک یک زاتون است، یک کلمه زاتون است. کل فضل خدا از جمع از این پنچیر اومدیم، ما با قوم پنچیر هستیم، اینجا اومدگی هستیم. از دوران جوانیت قصه کو، دوران جوانی خاطره تلخ سفر کردی به کدام کشور رفتی؟ والا ما خب به کشور ایران رفتم سفر زیاد. ایران چکر چقدر وقت بودی؟ دوران ایران فکر کنم 7 سال. 7 سال؟ بله. آخ مرسی. نکنه یک جان تشکر. دوستان عزیز، در ادامه برنامه آمدیم به جایی که یگانه منبع تولید برق در این منطقه است. چون شما در این تصویر چرخ‌ها را می‌بینید، همراه حاجی صاحب صحبت می‌کنیم، به ما معلومات بیشتر خواهد داد. السلام علیکم حاجی صاحب، اول اگر خود معرفی کنید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود اگر معرفی کنید. خود به همه من نگاهی که دور و بر که آمدن اینجا که تماشا میکنن این چرخ آبی ما را که بعد انجینرهای محلی هستن او یعنی خود ما جور میکنیم. یعنی مردم محل ما فضل خدا کلش تکنیکی است. خود معرفی کنید یک اول. ما فقیر محمد هستم از قریه منطقه نیلخان قریه اسکینی. با چقدر خانه ای برق تولید میکنه؟ حال فعلا که در 20 خانه است. این در 20 خانه؟ بله. دوستان عزیز، یک برقی است با 20 خانه. 3 کیلووات است. چقدر برق تولید میکنه؟ 200 دیگه 200 آمپرش بالا میره. 200 پنیست. دوستان عزیز، یک چرخ با 20 خانه همراه مسجد برق تولید میکنه. اما ترسانی؟ این در این جو چند تا چرخ است؟ در یک جو 3 برق است. این هر کس از خودش علیحده است، جدا است یا نه؟ هر کدامش از خودش او از یک نفر است که تقریبا 10-15 خانه رو برق میده. این دکان‌ها مربوطی از این و از او هستند. این دکان‌هایی که در دن رود است مربوطی از این 2-3 برق است. دیگه همین خانه‌ای که بالا در منطقه است تیری که رو سر صف آمدی لب زیارت. این هم همین از این برق هستند. از این برق است. یک برق پایکوبی بغل تقریبا 350 خانه باشه. پورا تولید میکنه، مسجد هم از او است. مسجد داریم یک. یعنی برق 24 ساعت است دیگه. 24 ساعت نکنیم، دل ما بسته کنیم بند کنیم، این پیش خود ماست. او کیلا بده دیگه بس 24 ساعت است خلاص. هیچ تکلیف مشکل. او جمعه که دیدین بخیر پیش سیلاب اومده بود بخیر. آیا پیش از این سیلاب اومده بود؟ از این یاد بودن که سیلاب اومد. یاد ورداشتیم بعد دوباره جور کردیم.
منطقه ببین کلش همین منطقه کلش یا منطقه کلش بودی سیلاب بود. سیلاب بود کل ازیده یا آبادی بود رودخانه کل بسته از سیر تا سر کل آبادی بود. از ما مردم دیگه این آبادی بود که برده دیگه کدام چیزی نمونه. همین برق بود همین زندگی ما همین چیز ما بسیار با مشکلات است. مشکلات از سولرها باز استفاده نمی‌کنی جان؟ ما سولر نه بسیار کم کدام خانه‌ای که دور در بغلای کوه است یعنی از این برق استفاده نمی‌کنه مثلا برق پایکوبی دیگه و سولر دارن ما مردم دیگه از این استفاده می‌کنیم. یعنی هر کس اختیار داره که دمی دریا پالی دریا به خودمون یک چرخ جور کنه استفاده کنه اختیار داره دولت بیا کسی منطقه کسی ممانعت کرده نمی‌تونه. نه شاید ما مردم بین خود کدام چیز خصومت نداره. هر کسی بتونه زورش بکشه از خودش یک تکنیک داشته باشه برای خودش میاد جور میکنه. این حالی برق شخصی است. این برق هم شخصی است. این هم شخصی است. این را بخیل هم نو جور کرده. حالی را همینطور نو شروع کردن دیگه مقصد دولت همینطور چیز میکنن که برق تولید میکنه یا نمیکنه. تشکر آقای صاحب. سلامت باشی بخیر باشی. منطقه سرسبز اما مردم با خیلی مشکلات روبروی است چون برق نیست. سرک‌ها وضعیتش خراب است. مشکلات سرک است، مشکلات موتر است، بعضی اوقات مریض است، لیسه ندارن چون تصاویر لیسهشان دیدین مدرسه نیست، مکاتب است، تعمیر ندارن، شاگرد است، تعمیر ندارن. دیگه انجینرهای منطقه مصروف بازسازی یکی از چرخاست ای بخیالم چرخای او که بود چرخای چوبی بود ای چرخای سلام علیکم میدن. سلام علیکم. صد خوب است. اول خودم معرفی کنی. شیرولی هستم. شیرولی جان. باشنده محل. باشنده محل. این چقدر وقت میگیره که جور شود؟ یک ساعت نیم ساعت وقت میگیره که جور شود. این چوبی خوبش است یا سیمیش خوبش برق میده؟ والا فعلا خود برقش خوب است نسبت به چوبی. یعنی نسبت به او خوب برق. خوب برق میده. چقدر برق خواهد داد به نظرت؟ یک 8 فامیل گزارش میشه. خودت اینجا میده هر منطقه خود میانی شخصی مربوط خود میشه. مربوط ما دو نفر هستیم. خب این را به خود جور میکنه. تشکر بیادر. سلامت باشید. دوستای عزیز شما تصاویری از چرخ ببینید تا پایان برنامه ما را. بیننده های گرامی در ادامه برنامه از یکی از بزرگان از این قریه از که همراهش معرفیم. سلام علیکم کاکا جان. و علیکم السلام. جور و خیر داری. سلامت باشی کاکا جان. اول خودم معرفی کنی. این جانب رستم خان ولد حاجی صمد خان. قدیم نیل خان. نیل خان باشنده نیل خان. باشنده نیل خان. آی صاحب اگه می دوران جوانی قصه کنی دوران در کجا سپری کردی؟ دوران جوانی در منطقه دیگه تا بالا منطقه بودیم. خب در منطقه بودیم. بعض وقت مهاجرت بعض وقت در جای منطقه بود دیگه. فعلا منطقه ما سرک فعلا پخته نشده و به سرک ضرورت داریم. همه چیزی نه برقای ما رو می‌بینیم خود به چشم سرک مشکلات زیاد است. مکتب داریم تعمیر نداره از زمان دیگه زاشا به این طرف. سرک‌های ما خراب است. خراب است. این تو مشکلات. کدام ولایت‌ها سفر کردید؟ سفر تو ولایت‌های پنجشیر، کابل، کل کنر، نورستان. یعنی کلش گشتید؟ کاپیسا. آره. با کدام زبان گفتین؟ پشتو یاد داری؟ پشتو بلد نیستیم. زبان ما فارسی است. خب همین زبان فارسی. زبان دریا. زبان شیرین دریا. کدام قوم‌ها اینجا زندگی میکنه؟ قوم‌ها دیگه کلش فارسی زبان است. کلش یک قوم است. قوم پنجشیری است. قوم نورستانی است. پیش سابق دیگه آزاد منطقه بود و کسی از پنجشیر آمده، کسی از کاپیسا آمده، کسی از نورستان آمده. مردم ها از هر طرف آمده اینجا زندگی میکنه. ببینیم که دو تا فراشخان است. یکی فراشخان لغمان است، یکی فراشخان کشم بدخشان است. ما فراشخان کشم بدخشان هم از این فراشخان رفتیم. او مربوط از اینجا میشه. مربوط از اینجا میشه ولی اونجا سکونت پذیر هستن. قرضوا باز ارتباط داره؟ ولسوالیشون کشم است، ولایتشون فیض آباد. قومداری داریم، کشی داریم، رفت آمد داریم. دوستای عزیز ما دو تا فراشخان داریم. این دره فراشخان که است مربوط لغمان میشه و یک فراشخان دیگه که است مربوط کشم فیض آباد بدخشان میشود. ولایتش فیض آباد است، ولسوالیش کشم است. اما منطقه تصویر زیبایی از دره نیل خان را تماشا کنید و از آن لذت ببرید.
هموطنان عزیز، این بود برنامه امروزی ما که برای شما تقدیم کردم. معرفی دره فرشغان قریه از لابلای برنامه لذت برده باشید. تا دیدار بعد که من عطاالله وردک از یوتیوب چنل آبدره ژورنال در خدمت شما حاضر میشم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. در هر گوشه دنیا که باشه خوش و آرام باشید. خداحافظ.